زخمت را خوب ببند، زودتر شفا میابی. گفت سرمه میفهمی پیش از مردن آخرین نفس. آه مادر، در این دنیا به مادر چقدر زندگی میکنم. چطور به این غم ها طاقت میکنم. از حاضر نبودنش در اون رو تیکه تیکه کرد. من این غم رو طاقت کردن نمیتوانم. حق مادر رو برگردانده نمیشود. این رو نفهمیدم، لیکن دیر شد. متاسفانه دیر شد. همینقدر سال طب را خوندم، از دستم هیچ چیز نآمد. از بین دستانم پریده رفت. داشته نتوانستم. تو همه کاری از دستت آمده رو کردی، همچون دکتر همه کارو کردی عمر. خدا شاهده، خودت رو گناهکار نحساب. خواهش میکنم عمر. عقلم نمیرسد علی، فهمیدن نمیتوانم. کدام برادر این طور خون ریزی میکند؟ برای 3 تنگه میراث همسری دادرش را کشتن. خدایا چه میدادی؟ علی دادرم، به من نگاه کن. رمزی خیلی کاری بد کرد، به اولادمان داغ آورد، تو را خانه ویران کرد، مادری پسرت را کشت. وای، اکنون به هیچ چیز نگاه نکرده، او را برآورده پران کشتند لازم. چون که خون ریزی شده است، این کار به ناموست دخل دارد. این را باید قبول کنی. خون به خون گفتن میفهمی؟ برآورده پران رمزی را تا اینکه روح عایشه آرام گیرد. و خدا من طرفداری توی هم علی. پدر چیکار میکنید؟ آخر با همه که رمزی هم وعده داده بودید که خلاصت میکنم. انتخاب شو، میدانم چی گویم، تو امرا نشو. همدردی ما رو قبول کنید. خدا جایش را جنت کند، روحش شاد باشد. تشکر قربان. ایمان هم راهش باشد. بیا با من رویم دادر. خوب. بیا. چه شد قربان؟ بیا آنجا میشینیم. قربانت شم. نگاه کن، شیطانی گرسخته یک از این طرف یک از این طرف می آید. از طرف چپ آمده رو میشناسی. انا شیطانی کور آمد میگویی. اگر با دقت باشی میفهمی که گرسخته تو رو به جنایت تیره دادن میخواد. لیکن اگر از طرف راست بیاد خبردار نمیشوی. از طرف راست نزدیک شده همین خیل میزند که حیران میمانی. از طرف راست آمدن شیطان چی معنا دارد؟ شیطان از طرف راست آید او را تماما حس نمیکنی. همین خیل سخنهای شیرین میگوید که حیران شده شاخ میشه. با پایهایت چسبیده از همه لحظه ضعیفیت را با 4 چشم انتظار می شود. با دقت باش، احتیاط کن که این گرسخته به درون پوستت در آمده حرکت می کند که از گوشت بدیرت فراید. باز نگویی که نگفتمت. تو چی ها میگویی قربان؟ وای، که یک آدم عاقل هستی. دانش بسیار ذهنت را تازه می کند. اینها را به گوشت حلقه کردم. من رفتم. بابا جون میرویم. بیا نقل کن، درباره من چی ها میگویند؟ حالا هم کینه دارند. چه خیل کینه پدر. آنها با غم و درد خودشان
یکی مادرش را، دیگر همسرش را برای جنگ و جنجال حال ندارند. امک هاشمک چی؟ وای مناسبتمان را با امک علیت بهتر کردنی بود. شد نمیدانی؟ میخواستم که علیم را بگردرارد. برای تو را خلاص کردن کوشش میکرد. کوشش کردن گیرد. برای علی یک چند وقت نگاه کرده نمیتوانم. چینو معقوله بود که ما کردیم. من یک هوای تازه گیرم. آپای صدیقه سلامت باشید. قدم رنجی کرده آمدید. سلامت باشید. شاد باشید. سلامت باشید. در راه نمیدید. در روزهای وزنی ما را تنها نگذاشتید. تشکر. سلامت باشید. ای سیزه مرحمت اپای صدیقه. دست درد نکنه فاطمه جان. شب بخیر. باشم خداوند به تو صبر دهد پسرم. سلامت باشید. دوستان سلامت باشند. یک چند روز پیش خبر برگشتن ما بر این خانه مژده ها آورده بود. حاضر باشد خبری بد در این خانه همان پهن میگردد. آدمی بیمرگ نمی شود. یک روز ما هم از این دنیا می رویم عمر. اکنون غیر از صبر و دعا از دستمون هیچ چیز نمی آید. عمر سرمه دخترم بسیار فکر نکنید. در آمده با آدم ها کمی صحبت کنید. رفتیم ینگه اوشه رو به خوب میگذارم. میدونی؟ مثل کبوتر خودم. نه وای پرنده بود. برای ینگه اوشه باز دعا میخونم. کلینم اوشه بهوده نگفتن که تنها به مرگ چاره نیست. رمزی ترهای دست بافتی مادرم. چه زیبایند همین تونه پدر. همه این برای تو بود پسرم. دختری که تو با خانه‌دار میشوی در وقتی خالگیش با این کار مشغول میشود میگفت. این کارها رو از من آموخته بود. گاهی مسابقه میکردیم. همه وقت گلی میبرم. دلم میسوزد. خدا رحمتش کند. خدا جایش را جنت کند. آمین. دستش سبک و دلش صاف بود. آدمی خوب بود. خدمتش به همه ما رسیده بود. انشاءالله جنتی می شود. انشاءالله. برای من عایشه بسیار خدمت کرده بود. میدانی رابعه، در نبودن تو هر روز آمده خوراک میپخت، خانه رو بچین میکرد، تازه میکرد. لیکن یک مرتبه اوف گفتنش را نشنیدم. عروسم با من مثل پدرش مناسبت میکرد. خدا رحمتش کند. آمین. آمین. چیکار کرده ایستادند؟ روزی تولد دخترم در یادتون هست؟ سمبوسه های با مزه بسیار پخته به کودکان محله تقسیم کرده بودند. ینگه یایشه
خدا رحمتتون کند. لیکن با آرمان رفت، نفری که خونش رو ریخت تا حال در آزادی است. این خیل نگو علی، رمزی ناحق است. ناحق باشد باید جزایش را بیند. نیمی جانم را گرفت. تا دمی که رمزی در آزادی باشد دلی من چقدر آرام گیرد. همه چقدر شدنش را دید. شاهدهای ما بسیار. من این کار را همین طور نمیمانم. به کجایی که لازم باشد شکایت میکنم. اجازه دهید پدر. از یک طرف تو، از طرفی دیگر برادرت، یکیت پاک و صافدل، دیگرت قاتل. اما هر دویتان هم فرزند. خداوند تو به من مدد رسان. علی پسرم، به گفتگی هایت شبه ندارم، لیکن یک دفعه دیگر میخواستم از دهانت شنوم. تو اطمینان داری که سبب این کار رمزی شده؟ بله پدر. این طور باشد محیلش. چقدر که میگویی پسرم هم باشد عدالت باید کارش را کند و سینم سنگ مانم هم عدالت باید کاری خودش را کند. ای خب شکایت کن. با این چل می شود. با برادری خود را به زندان پرتافتن کدام عدالت جای خودش را مییابد؟ وقتی که مردم میگوید برادری خود را به زندان پرتافت، به این چی میگویی؟ کنی گپ زن علی. نیمی جانم را گرفت. تا دمی که رمزی در آزادی باشد دلی من چقدر آرام گیرد. آرام باش رمزی، آرام باش. زبان میگوید و دست تا قلنگ تیز نمیرود، نمی‌دانی؟ اکنون به هیچ چیزی را نکرده، او را برآورده پران کشتند لازم، چون که خون ریزی شده است. این کار به ناموست دخل دارد، این را باید قبول کنی. خون به خون گفتن میفهمی؟ برآورده پران رمزی را.